سلام دوستان، چطورید؟ میخوام آموزش دانلود GTA V رو بهتون آموزش بدم با دیتای 90 مگابایت برای اندروید. اصلا باور نکردنیه. پس میریم گوگل کروم، دانلود GTA V برای اندروید میزنید و میرید اینجا دانلود بازی GTA V. فقط باید در این فایل، در این سایت باشه. بازی GTA V برای اندروید 100% تضمین. مثلا خودم هم تست کردم، واقعیه، با دیتای 90 مگابایت. در سایت اندروید، سایت خیلی خوبیه. بازی GTA V برای اندروید 100% تضمینی. عنوان بازی GTA V برای اندروید با دیتا، دسته اکشن، نقطه 0 و 1، 805 مگابایت، 15 مگابایتش فایل نصبیشه، 90 مگابایتش هم دیتاشه. اندروید مورد نیاز 6 به بالاتر. و نه آموزشش، اول فایل نصبی رو نصب کنید که هیچ کاری ندارید، میرسید و اصلا هم نمیدید توش. بعد مرحله دو، فایل دانلود فایل دیتا. فایل دیتا دریافت کرده و با استفاده از برنامه زد آرشیور که اینه عکسشم. حتما باید با این کار کنید، نه با فایل شخصی. اینم عکسشه. استخراج کنید و برای دانلود برنامه زد آرشیور هم اینجا کلیک کنید که میتونید همینجا دانلود کنید. و پوشه این و پوشه ابتدا فایل دیتا هم فایل دیتا هم دانلود کردید، فایل دیتا را دریافت کردید، استخراج به مکان فعلی کنید و پوشه این که نوشته به خارجی رو موجود در آن را در مسیر حافظه داخلی اندروید OBB کپی کرده و بازی را اجرا کنید. حتما فایل دیتا هم که ریختید، مثلا اونجا که نصب کردید دیگه کلیک میکنید میره توش و استخراج میکنید. بعد تو فایل دانلود ها هم هست، بعد اونجا رو میرید، بعد بالاش همین پوشه میاد و شما موجود در آن را در مسیر حافظه داخلی اندروید OBB کپی کرده و بازی را اجرا کنید. و اینم ویدیوش ببینید، حتما آموزش نصب بشه، ویدیو آموزش نصب بشه. و حتما هم از یک دانلود منیجر استفاده کنید که تا بازی را به راحتی براتون دانلود شود. بهترین دانلود منیجر برای اندروید هم که اینو نصب کنید، بهترینشه. و اینم لینک دانلودشه، دانلود فایل نصبی، دانلود فایل دیتا. و دوستان حتما این ویدیو رو و تموم شد. و دوستان حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو در آپارات فالو و تمام. خداحافظ.